بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب محضر یکایی که شما حضار محترم هم از این دوستانی که در محضرتون هستیم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمت بزرگواران هستند عرض سلام دارم. بحثمون در رابطه با جواز تقلید یا عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی بود. عرض کردیم در مجلس در مدعا دو قول وجود داره، دو قول کلی. یک، لا یجوز مطلقا، ولی قول اول عدم جواز تقلید بود مطلقا. اما قول دوم جواز تقلید بود که خود همین قول به جواز تقلید 4 قول بوده، چون در مسئله تفصیل داره. بحث و گفتگوی ما در ادله کسانی بود که مثل مرحوم آقای آخوند خراسانی، آقا ضیای عراقی و دیگران که گفتن تقلید از مجتهد متجزی جایز نمی باشد مطلقا. عرض کردیم که اینها چند تا دلیل دارن. اگه یادتون باشه اولین دلیلشون قرآن بود. به آیه ذکر استدلال کردن، فاسألوا اهل الذکر. به آیه نفر تمسک کردن، نحوه استدلال و همچنین نقدی که به این استدلال وجود داشت و جلسه گذشته عرض کردیم. امروز پیش از این که دلیل دومشون که روایت باشه را که جلسه قبل مقبوله عمر بن حنظله بود رو عرض کردیم، نقل و نقدش رو بیان کنیم، یک بیان علمی و فنی رو برای قول اول میخوام ذکر کنم. به نظرم چیز جالبی باشه. والی نیست که خلاصه حرف قائلین به عدم جواز تقلید 2 کلمه است. یک، تقلید نسبت به مجتهد متجزی مقتضی موجود نیست، مقتضی موجود نمی باشد. 2، مانع هم مفقود نمی باشد. حاصل ترجیح گفتیم خلاصه و لب کلام اینها این است که برای تقلید از مجتهد متجزی نه مقتضی موجود است و نه مانع مفقود. وقتی مقتضی نباشد مانع هم موجود باشد، پس بنابراین تقلید از مجتهد متجزی بفرمایید جایز نیست. توضیح مطلب: اما مقتضی موجود نیست. چرا؟ بله؟ میگه اصلا مقتضی برای تقلید از مجتهد متجزی مقتضی موجود نیست. آقای فیاض، چرا دیوار حرف نمیزند؟ چون مقتضی برای تکلم وجود نداره. بله؟ اصلا دیوار اقتضا برای تکلم نداره. مجتهد متجزی رو هم میگه اصلا اقتضای تقلید در مجتهد متجزی وجود نداره. چرا؟ اینو یادداشت بفرمایید. میفرماد که مهمترین دلیل برای جواز تقلید سیره عقلاست.
اختصار بیست بعد توضیح میدم. سیره عقلا دلیل لبی است. سیره عقلا دلیل لبی است. در دلیل لبی باید قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن از جواز تقلید مجتهد مطلق است. بله، قدر متیقن از جواز تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم مجتهد مطلق است. نسبت به مجتهد متجزی شک داریم و تمسک به دلیل لبی در موارد مشکوک جایز نیست. اگر نوشتید چند دقیقه ذهنتون با من باشه. ببین شما میگید انشاءالله مهمترین دلیل شما بر جواز تقلید چیه؟ سیره عقلاست. میگه عقلای عالم میگن جاهل یجب علی الرجوع الی العالم. سیره عقلا اینه که در هر فنی جاهل باید به عالم رجوع بکند. پس مهمترین دلیل شما بر جواز تقلید چیه؟ سیره عقلاست. از شما دعوت میکنم سیره عقلا دلیل لفظیه یا دلیل لبیه؟ عملیه. دلیل لبیه. دقیقاً بودید دلیل لفظی که نیست که بگید اطلاق دارد عام از عموم دارد، که دلیل لبیه. در دلیل لبی ما باید قدر متیقن دلیل لبی رو بگیریم. قدر متیقن دلیل لبی، قدر متیقنی که سیره عقلا او رو میگیرد چیه؟ رجوع جاهل به مجتهد مطلقه. چرا؟ چون در مجتهد مطلق هیچ کس نزاع ندارد، چون همه میگویند رجوع جاهل به مجتهد مطلق یجوز. بله، پس در مجتهد مطلق ما نزاع نداریم. پس قدر متیقن از سیره عقلا در جواز تقلید چیه؟ جواز تقلید از مجتهد مطلق می باشد. درست شد؟ اما نسبت به مجتهد متجزی شک داریم که آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است یا جایز نیست. نمیتوانیم به دلیل لبی که سیره عقلاست تمسک بکنیم. چرا؟ چون شک داریم این دلیل شاملش میشه یا نمیشود. پس یک بخش از روح و جان کلام قائلین به عدم جواز تقلید از متجزی چیه؟ میگن به خاطر عدم وجود مقتضی است، که روح کلام مرحوم آخوند خراسانی به همین مطلب برمیگردد. بخش دیگر از ادله قائلین به عدم جواز تقلید به وجود مانع برمیگردد. و عمل مانع میگه نه تنها مقتضی نیست، بفرمایید، بلکه مانع است. یعنی ادله داریم داد میزنن که تقلید از مجتهد متجزی لا یجوز. درست شد؟ خب مانع چیه؟ اول کتاب اولین مانع برای عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی کتابه که دیروز جلسه گذشته خوندیم، آیه ذکر و آیه نفی. فاسألوا اهل الذکر. اهل الذکر عرفاً کسی که همه احکام را بدونه. پس مجتهد متجزی اهل ذکر نیست. درست شد؟ آیه نفرن لیتفقهوا فی دین داره، کسی که در همه احکام دین فقیه باشد.
مجتهد متجزی فقیه نیست، پس حق رجوع به اونها نداریم. خب نحوه استدلال و جواب از این استدلال و جلسه گذشته داریم. دلیل دوم یا مانع دوم رو فرمودن سنته، یعنی برخی روایات داریم که مضمون اون روایات عدم جواز تقلید از بفرمایید متجزی می باشد که از کردیم مقبوله عمر ابن حنظله می باشد. علی الظاهر جلسه گذشته اصل حدیث رو نخوندیم؟ خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. یادداشت بفرمایید. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسن عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن حسین وصاد عن داوود ابن حسین عن عمر ابن حنظله عن عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام. پس روایت از مرحوم کلینی شروع میشه، اولین راوی، آخرین راوی کیه؟ عمر ابن حنظله. مرویون عن کیه؟ امام صادق سلام الله علیه. این نکته رجالی رو عرض کنم، در روایات ما هر وقت ابی عبدالله به نحو مطلق آمده شده امام صادق، اگر ابوالحسن مطلق آورده شده امام موسی بن جعفره، چون ما 4 تا ابوالحسن داریم. دقت کردید؟ پس بنابراین این داره ان ابی عبدالله مراد امام صادقه. خب میگه من به امام عرض کردم 2 نفر از اصحاب شما درباره ارث یا دین با هم نزاع کردن. درست شد؟ اینا به قاضی مخالف مراجعه میکنن. آیا چنین کاری حلال است یا خیر؟ حضرت فرمود این رجوع به طاغوت است و اصحاب ما حق رجوع به طاغوت رو ندارن. میگه من عرض کردم پس چه کنم؟ سوالش شد 2 نفر از اصحاب ما نسبت به امری با هم نزاع دارن و رجوع میکنن به قاضی مخالف. آیا چنین کارشون درست یا نه؟ حضرت فرمود نه، این رجوع به طاغوت جایز نیست. راوی سوال میکنه پس چه کار بکنیم؟ یادداشت کنید از روایات. قال علیه السلام ینظران کی؟ اون 2 نفری که با هم دعوا دارن. ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا. زیر حدیثنا یه خط بکشید کار دارون بشه. من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا، با زیر حلالنا خط بکشید. و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، با زیر احکامنا خط بکشید. و عرف احکامنا فلیرضوا امر فلیرضوا بهی حکما. فلیرضوا بهی حکما فانه قد جعلته
علیکم حاکما فانه قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا، با زیر به حکمنا خط بکشید، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله، فانما استخف بحکم الله و علینا رده، و علینا رده و راد علینا، خیلی آخر حدیث تهدیده، و راد علینا کراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله، و هو علی حد الشرک بالله. خب دو بحث در رابطه با این حدیث داریم. یک بحث سندیه، بله، بحث سندیه، یادداشت بفرمایید. عمر ابن حنظله ضعیف است، در کتب رجالی توثیق نشده است. بله، در حق عمر ابن حنظله در کتب رجالی توثیقی خاصی وارد نشده، اما از آن جایی که متن روایت و دلالت روایت مورد قبول واقع شده، از این روایت تعبیر میکنیم به عمر ابن مقبوله عمر ابن حنظله. درست شد؟ پس سند گرچه ضعیفه اما مانع از استدلال به این روایت نمیشه. اما بله، اون حدیث دیگر از امام دیگر داره، این نیست، این مربوط به باب قضا می باشد. خب اما از نظر دلالت ببین آیون چجوری از این روایت میخوان استفاده بکنن که تقلید از مجتهد مطلق یجوز ولی از متجزی لا یجوز. کیفیت استدلال در این روایت شریف چند کلمه که به صورت جمع مضاف است به چشم می‌خورد، همانند حدیثنا، بله، قد روا حدیثنا. آیزیشان الان چیه؟ جمع مضاف، حدیث اضافه شده به نا، حدیثنا. فی حلالنا دو، حرام منا سه، احکام بید 4 تا کلمه داریم، اینا چی هستن؟ مضاف می باشن. این کلمات ظهور دارند که قاضی باید تمام احکام اهل بیت علیهم السلام را بداند. اصلا احکام یعنی چی؟ همه احکام ما، نداره که بعضی احکام ما را بدانه که مجتهد متجزی باشد. عرف حلالنا و حرامنا، همه حلال ها و حرام ها رو بدانن. بله، پس این چند تا کلمه خوندیم همه ظهور در چی دارن؟ جمع دارن. درست شده؟ و شامل متجزی نمیشه.
ان قلت مهمه. ان قلت کی به ذهنش میرسه؟ ان قلت روایت مربوط به باب قضاست. در حالی که بحثمون مقام افتاست. بله، بحثمون مقام افتاست. پس بنابراین روایت ربطی به محل بحث ما نداره. راوی که روایت میگه قاضی باید چی باشه؟ قاضی باید مجتهد مطلق باشد. بحث ما مفتیه. آیا فتوا دهنده باید مجتهد مطلق باشد یا خیر؟ روایت مربوط به باب قضاست، در حال محل بحث ما چیه؟ باب افتاست. پس ما قصده که باب افتا باشد لم یقع در این روایت و ما وقع در این روایت که باب قضا باشه لم یقصد، ربطی به بحث ما نداره. قلت، این آقایان میگویند گرچه روایت مربوط به باب قضاست ولی از باب وحدت ملاک شامل فتوا هم می شود. و آن ملاک عبارت از صلاحیت صدور حکم. صلاحیت صدور بفرمایید حکم. پس بنابراین در مجتهد فتوا دهنده همانند مجتهد قاضی، بله، این ملاک وجود دارد. پس همونطوری که روایت میگوید مجتهد قاضی باید چی باشه؟ مطلق باشد. مجتهد مفتی هم باید مطلق باشه. وحدت ملاکشون چیه؟ صلاحیت صدور حکمه. درست کردید؟ پس بنابراین روایت شامل باب افتا هم میشه. این کلمه اضافه کنید. به تعبیر دیگر موضوع در هر دو باب کدام؟ قضا و فتوا. موضوع در هر دو باب العارف بالاحکام است. العارف بالاحکام، بله، نوشتید که و عرف احکامنا دیگه. العارف بالاحکام است و العارف بالاحکام شامل قضا می شود و شامل فتوا هم می شود. اما عارف به احکام یعنی مجتهد مطلق. به مجتهد متجزی، حسین منظور، به مجتهد متجزی العارف بالاحکام نمیگویند. بله، چون احکام معنا العارف بالاحکام یعنی چی؟ همه. اما مجتهد متجزی العارف بالاحکام بفرمایید نیست. خب پس شما دنبال مانع میگشتید. این مقبوله عمر ابن حنظله هم شده مانع. پس این مقبوله عمر ابن حنظله داد میزند که یجوز التقلید از کی؟ از العارف بالاحکام. مجتهد متجزی عارف به احکام نیست، پس تقلید از او جایز
نمی باشد. این خلاصه استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای اینکه اثبات بکنن تقلید از مجتهد متجزی لا یجوز مطلقا. خب چی به ذهن شریف شما میرسد؟ خب الحمدلله که چیزی نمیرسه به ذهن شریفتون. به ذهن شریف آقای فیاض یه چیزایی رسید. در نقد به این دلیل چیزی به ذهن شما میرسد یا خیر؟ که اون احکام در یک باب باشه. احکامنا درسته. نداری که جمعه، ولی احکام مثلا در باشه. حج. احکام ما یعنی از هر حکمی سوال کردن اون باید عارفه به چی باشه؟ احکام باشه. دقت کردید؟ اگر نزاعشون در باب ارث باید احکام به ارث و بلد باشه. دقت کردید؟ اگر اومدن در مسئله زمینی با هم دیگه اختلاف کردن، این میگه مال منه، اون میگه مال منه، این باید چی باشه؟ عارف باشه. تو همین در بحث حدود و دیات باشه به اون مراجعه کردن، العارف و بل احکام باشه. یعنی در هر بابی که به اون مراجعه کردن عرفه این در چه بگه آقا من عارف به احکام اهل بیت هستم اما فقط در باب طهارت، اما در بقیه دیگه من عارف نیستم. ولی که امام چه فرمود؟ رجوع کنید به کسی که عارف به احکام ما باشد. یعنی هر حکمی که صدق انه حکم اهل بیت این باید عارف با اون حکم باشد و مجتهد متجزی العارف بالاحکام بهش صدق نمی کنه. درست شد؟ این خلاصه دلیل. اما نقد این دلیل اولا روایت ضعف سند دارد که عرض کردیم اول جلسه. ثانیاً با غمز عین از ضعف سند اشکال دلالی دارد و آن این که مورد روایت باب قضاست و ربطی به باب فتوا ندارد و اون تلازمی هم که شما بین باب قضا و باب فتوا ذکر کردید ما قبول نداریم. بله امام میفرماد در باب قضا باید چی باشه؟ العارف بال احکام باشه. به چه دلیل شما میگی در باب فتوا هم باید العارف بال احکام باشه؟ ببین در رابطه با قضا دایره قضا خیلی وسیعه، یعنی افرادی که مراجعه میکنن به قاضی در ابواب مختلف میان، ولی چه ربطی به بحث فتوا داره؟ دقت کردید؟ پس مورد روایت باب قضاست، محل بحث ما کجاست؟ و فتواست. همون انقلتی که مطرح شده، او قلتوی شما رو قبول نداریم. قلتو گفتیم که هر دوتا مربوط به صدور حکمه. آقا یکی میخواد حکم قضا برای رفع نزاع بیان بکنه، اما یکی دیگر میخواد مسئله و حکم شرعی رو مطرح. بین دو باب تلازمی وجود نداره. امام از باب اهمیتی که باب قضا داره میگه قاضی باید عارف بال احکام باشه، جمیع الاحکام. اما در باب
احکام فقهی لازم نیست که عارف به همه ابواب باشه، نه همون در یک بابم خدمتتون هستم عارف باشه رجوع جاهل و عالم ست میکنه. اینم ثانیاً. و ثالثاً شاید بهتر باشه، سلمنا که مقبوله شامل هر دو باب بشه. هر دو باب یعنی چی؟ یعنی هم باب قضا هم باب فتوا باشد. اما در مقابل روایت معارض داریم که مشهوره ابی خدیجه هست. مشهوره ابی خدیجه می باشد که امام در این روایت می فرماید رجلا منکم یعلم شیئا من قضایا. رجلا منکم یعلم شیئا من قضایا فاجعلوا بینکم قاضیا. در این روایت میگوید قاضی که برخی از قضاوت‌های ما را بداند میتواند حکم باشد. یعلم شیئا من قضایانا، من تبعیضه، شیئا من قضایانا. درست شد؟ پس این روایت میگوید کسی که بعضی از احکام را بداند فجعلوه بینکم قاضیا، این رو به عنوان قاضی بین خودتون قرار بدید. بله؟ پس عمر بن حنظله میگوید، مقبوله عمر بن حنظله، العارف بالاحکام ینجلی الاحکام. این روایت میگه العارف به بعض احکام هم باشه برید او رو به عنوان قاضی قرار بدید. بعد حضرت در ادامه میفرماد فانی قد جعلته علیکم قاضیا، من ایشون رو به عنوان قاضی براتون قرار و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجاهل. مبادا این قاضی که من نصب کردم رها کنید به دنبال دیگران. خب پس اگر مقبوله عمر بن حنظله میگه العارف بالاحکام سلمنا که هم باب قضا رو بگیرد از باب وحدت ملت هم باب فتوا را، در مقابل بفرمایید روایت ابی خدیجه میگه نه، اگر بعض الاحکام باشه اشکالی ندارد. ادامه بدید. این روایت ظهور دارد که رجوع به مجتهد متجزی بلا بفرمایید اشکال است. در نتیجه تعارضا بفرمایید تساقط. پس مقبوله عمر بن حنظله بله دلیل بر عدم جواز تقلید از متجزی نمی باشد. چرا؟ چون اولا گفتیم ضعف سند داره، ثانیا ضعف دلالت دارد، مربوط به باب قضاست، ربطی به باب افتاء ندارد. ثالثا سلمنا که تعمیم رو قبول بکنیم تعارض دارد با روایت مشهوره ابی خدیجه. اینا شد. دلیل سوم
دلیل سوم قائلین به عدم جواز تقلید اجماع هست. مرحوم سید عبدالعلای سبزواری، مرحوم سید عبدالعلای سبزواری رضوان الله تعالی علیه در کتاب محذب الاحکام جلد 1 این دلیل رو مطرح فرمودن. دیگه با قبول کنید دیگه ما اجماع داریم که تقلید از متجزی جایز نمی باشد. اما نقد این دلیل پرواضح است. این دلیل هم ناتمامه. چرا؟ چون اجماع یا محصل است یا بفرمایید منقول. اجماع محصل لا یحصل، بله، اصلا اجماع محصلی وجود ندارد. لوجود جمع کثیر من المخالف. بله، ما در مقابل چه گفتیم؟ گفتیم 4 قول وجود دارد. حالا با تفصیلی که میگن تقلید از مجتهد متجزی جائزه. حالا بعدا میگیم یه عده میگه نه تنها جائزه است بلکه واجبم هست. در جایی که مجتهد متجزی در همون باب اعلم از دیگری باشه، یعنی از مجتهد مطلق باشه، تقلید از مجتهد متجزی چیه؟ واجب میباشه. خب با وجود مخالف دقت کردید ادعای اجماع محصل معنا نداره و اجماع منقول هم که حجت نمی باشد. فتحصل، خلاصه میخوام بگیریم قول اول 3 دلیل اقامه کرد بر این که تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست. 1 کتاب، 2 سنت، 3 اجماع. هر 3 دلیل به نظر ما کافی برای اثبات مدعا نیست. خب پرونده قول اول رو ما میبندیم. انشاءالله جلسه فردا میریم اون 4 قول به جواز که هر قول قائل به تفصیل شدن، ببینیم آیا ما با قول به تفصیل رو باید قبول بکنیم یا در مقابل لا یجوز التقلید مطلقا میشه بگیم یجوز التقلید مطلقا، یا نه عدم جواز تقلید مطلقا درسته، نه جواز تقلید مطلقا درسته، بلکه در میان اون 4 قول به تفصیل یکی رو باید انتخاب بکنیم. ان شاء الله اگر عمری باقی باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.